با سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی. امروز 28 نوامبر یک بلاگ جدیدی منتشر شد در وبسایت تالس با عنوان Option as Profit Locker که حالا دوستانی که علاقه‌مند باشن میتونن همینجا مراجعه بکنن و این مقاله رو، این بلاگ رو ببینن. اما طبق اون رسمی که داریم بعضی از مقالات رو هم سعی می‌کنیم به زبان فارسی به صورت ویدئویی خدمت دوستان عرضه بکنیم. موضوع این بلاگ تا حدودی مربوط هست به شرایط فعلی و اینکه ما گاهی وقتا در شرایطی هستیم که یک به اصطلاح رالی سعودی رو در بازار تجربه می‌کنیم و پرسش یا مسئله ما این هست که ما کی از بازار خارج بشیم. اگر با کسب یک مقدار مشخصی از سود بخوایم خارج بشیم، ممکنه بازار به روند سعودی خودش ادامه بده و ما محروم بشیم از ادامه سودی که میتونستیم به دست بیاریم. و اگر هم باقی بمونیم، ممکن هست که قیمت به هر حال برگرده و اون سودی رو که به دست آوردیم از دست بدهیم. در این بلاگ یکی از راه حل هایی که در واقع یک امکانی که بازار آپشن در اختیار ما میگذاره برای اینکه اون سودی رو که به دست آوردیم تا یک جایی به دست آوردیم اون رو بخوایم ذخیره بکنیم یا بهتر بگم تثبیت بکنیم و کماکان همراه بازار باقی بمونیم و اگر بازار بالا رفت باز هم بیشتر سود بکنیم و اگر هم برگشت اون حد تثبیت شده رو دست کم برای خودمون نگه داریم. به این منظور و برای توضیح این مسئله ما در واقع یک سناریویی رو تعریف کردیم. حالا دو تا تریدر A و تریدر B اینجا تعریف شدن که از قیمت بیت کوین از قیمت 80,000 همراه شدن با بازار با رویکرد سعودی. تریدر A که در واقع اینجا هم میتونیم شبیه سازیش رو ببینیم، فقط در موقعیت نقدی حالا یا در پرپچوال وارد شده و موقعیت و تریدر بی علاوه بر این موقعیت نقدی یا اتخاذ موقعیت لانگ پرپچوال بیت کوین اومده و یک پوت بر پول هم روی این در واقع نقطه ورودش خریداری کرده، حالا با سررسید فرضاً 30 روزه که ما این موقعیت رو گام به گام در شبیه ساز تالس شبیه سازی کردیم و میتونیم پیش ببریم. البته روی خود زیر همین هر شبیه سازی هم لینکش وجود داره و اگر روی لینک بزنید روی خود داشبورد میتونید خودتون میتونید اون کمیت ها رو تغییر بدین یا احیانا موقعیت مورد نظر خودتون رو بسازید. خب شبیه سازی اول عبارت از این هست که در واقع گراف سمت چپ صرفا موقعیت لانگ رو در بازار پرپچوال نشون میده، حالا یا بازار نقدی که خب یک خط 45 درجه است و دلتای یک داره، به این معنا که به ازای هر $1 افزایش قیمت دارایی پایه این پوزیشن هم $1 وارد سود میشه و از طرفی به ازای هر $1 کاهش قیمت هم $1 وارد زیان میشه، چون برای دلتاش یک هست و تابع قیمت دارایی پایه است. اما در طرف دیگر که حالا اسمش رو گذاشتیم تریدر بی، علاوه بر این پوزیشن به همراه این یه دونه پوت بر پول هم خریده. حالا اینجا قیمت دارایی پایه 80,000 فرض شده و اینجا پوت هم با قیمت اعمال 80,000 خریداری شده، یک واحد، و قیمتش هم از بازار در اومده مثلا $5,000 و نمودار شبیه سازی موقعیت دارایی پایه به علاوه پوت همونطور که در یک بلاگ دیگری به عنوان سینتتیک آپشن یا سینتتیک کال نشون دادیم کاملا شبیه یک نمودار یک پوت کال هست، لانگ، موقعیت لانگ کال یا اختیار خرید. ولی خب در واقع این کال نیست و مرکب است، به صورت مصنوعی یا سینتتیک ساخته شده از یک پوت بر پول به همراه موقعیت لانگ در بازار نقدی حالا یا پرپچوال. خب این موقعیت صفر رو نشون میده که این تریدر بی هم وضعیت سود و زیان فعلی خودش تقریبا صفره، به خاطر اینکه به هر حال یک پوتی خریده که ارزشش در این لحظه ورود معادل هست با همون پولی که پرداخت کرده. ولی خب در روز سررسید ببینیم که در واقع نمودار زیر صفر هست، یعنی اگر قیمت همینجا متوقف بمونه مقدار به اندازه پرمیومی که پرداخت شده این پوزیشن وارد زیان میشه، ولی خب تریدر A نه، در همین نقطه صفر باقی میمونه. خب بعد از این اومدیم و در نظر گرفتیم که خب قیمت از 80,000 بالا رفته به 90,000 رسیده، حالا بالای 90,000 13% افزایش پیدا کرده و فرض گرفتیم که در اثر این افزایش قیمت نوسان ضمنی هم 5% افزایش پیدا کرده، حالا یک هفته هم از شروع این موقعیت گذشته. پوزیشن در واقع تریدر A که نقدی بود $10,400 وارد سود شده، خیلی هم طبیعی و خیلی هم ساده است به خاطر اینکه قیمت دارایی پایه 10,400 رو بالا رفته از 80 به 9400، در نتیجه این خیلی روشن هست. تریدر بی خب به دلیل هم گذر زمان و همین که هزینه بابت پوت پرداخت کرده ارزش فعلی پوزیشنش شده $6,729 که این اختلاف ناشی از اون هزینه است که در ابتدای کار
بابت خرید پوت انجام داده. در مرحله بعد اومدیم و در نظر گرفتیم که تریدر بی اومده و این پوت 80,000 رو که خریده بود به اصطلاح رول آپ کرده، غلطونده به سمت قیمت استرایک باز هم بر پول، یعنی از 80,000 آورده روی 90,000. حالا 90,000 این قیمت تقریبا بر پول، قیمت دارایی پایه. بابت این یک فرآیندش رو به این صورت هست که این 80,000 رو در همین ارزش فعلی که داره میفروشه. حالا ما فرض میگیریم همین قیمت میتونه اینو بفروشه، یعنی 5,000 تا خریده بود و الان که قیمت 10,000 تا بالا رفت، خب این آپشن پوت خارج از پول میشه. یه 7 روز هم از زمان گذشته با وجودی که نوسان ضمنی هم بالا رفته، ولی طبق محاسبه این شبیه ساز این ارزش حدود 1329 دلار شده. ما فرض میکنیم که این آپشن رو فروخته و یک آپشن بر پول برای همون سررسید خریداری کرده که اینم قیمتش تقریبا بر اساس نوسان ضمنی محاسبه کردیم حدود 5,000 تا دوباره شده. بنابراین مابعد تفاوتش حدود 3670 دلار میشه. حالا نکته اینجاست که در شبیه ساز تالس در ویجت استراتژی بیلدر شما میتونید یک پایه کش اضافه بکنید و این هزینه ها رو به صورت کش و در سمت شورت اگر قرار بدین توی نمودار کلی شما این دیده میشه. ما هم همین کاری کردیم و این غلطوندن که در واقع 3670 دلار خرج برداشته برای ما، این رو به صورت یک پایه کش اضافه کردیم و نتیجه چی شده؟ این نمودار سمت راست که به حضورتون عرض بکنم که البته میاد اومده بالای خط صفر قرار گرفته، یعنی این نمودار منحنی قرمز رنگ بالای خط صفر قرار گرفته. معنیش این است که خب اگه قیمت دیگه هر چقدر پایین بره این پوزیشن وارد زیان نمیشه و به این اندازه هم وارد سود خواهد بود. و به حضورتون عرض کنم که این در واقع ناشی از غلطوندن یک مرحله این استراتژی هست. بعد ادامه دادیم و فرض گرفتیم که بیت کوین باز هم بالا رفت و به قیمت 98,000 دلار رسید و حالا زمان هم تقریبا 2/3 فرصت رو گذرونده و ببینیم که چه اتفاقی افتاده. پوزیشن A یعنی تریدر A 18,400 دلار وارد سود هست. اینم کاملا طبیعیه به خاطر این 18,400 دلاری است که قیمت بیت کوین دارای پایه افزایش پیدا کرده. و تریدر B که خب یه هزینه خرید پوت و یه هزینه غلطوندن رو متحمل شده 10,780 دلار در سود هست، یعنی یه مقداری تقریبا قابل توجهی کمتر. و تو مرحله بعد اومدیم و در نظر گرفتیم که تریدر بی به این هم قناعت نکرده و همزمان با افزایش قیمت دارایی پایه به 98,000 یک بار دیگه این پوتی رو که داشت و حالا 90,000 بود قیمت اعمالش، یک بار دیگه غلطونده به 98,000 که باز هم در واقع بشه بر پول. این دفعه با توجه به اینکه زمان زیادی از تا سررسید این آپشن باقی نمونده عذر میخوام، قیمتش کمتر شده، یعنی 3,600 دلار در اومده و اون آپشن 90,000 هم که ما حدود 5,000 تا خریده بودیم حدود 1,000 دلار بیشتر نمیارزه. بنابراین یک بار دیگه این آپشن 90,000 فروخته میشه و این آپشن 98,000 خریداری میشه که ما در واقع یک رول آپ دیگر به قیمت اعمال بالاتر انجام دادیم و اینجا پایه لگ ما نشون میده که 6,700 دلار ما بابت این غلطوندن ها تا اینجا هزینه دادیم، به علاوه البته همین 3,600 تایی که بابت این پوت پرداخت کردیم. و بعد نمودار وضعیت سود و زیان هر دو تا تریدر رو یه بار دیگه بررسی میکنیم. این تریدر A که تغییری در وضعیتش ایجاد نشده، ولی تریدر B با توجه به اینکه قیمت اعمال پوت خریداری شده خودش رو یک پله دیگه آورد بالاتر، میبینیم که موقعیت در واقع این منحنی قرمز رنگ که ارزش ذاتی آپشن رو نشون میده در روز سررسید باز هم بالاتر اومده. یعنی معناش این هست که حالا اگه قیمت بالاتر از اینجایی که هست بره طبعا روی این قسمت راست بیشتر وارد سود خواهد شد، تقریبا مشابه همین پوزیشن نقدی. ولی اگر قیمت پایین بیاد اینجا یک حد یقفی داره و از این سود ذخیره شده حالا نزدیک 10,000 تا که اینجا روی نمودار میتونیم ببینیم از این دیگه پایینتر نخواهد اومد. و بعد توی مرحله بعدی در نظر گرفتیم که حالا قیمت برمیگرده به همون جایی که بوده، یعنی حتی پایینتر، و فرض میگیریم که از نقطه شروع هم 5% قیمت بیشتر ریزش میکنه، یعنی برمیگرده به 76,000. خب اینها سناریوهایی است که ما اینها رو باید فرض بگیریم تا بتونیم تغییرات رو توی پوزیشن های مختلف و توی استراتژی های مختلف ببینیم که به چه صورت هست. خب حالا چه اتفاقی افتاده؟ این تریدر A که فقط در موقعیت لانگ دارای پایه بود، حالا مثلا از طریق ابزار پرپچوال
تمام اون سودی رو که به دست آورده بود نزدیک $20,000 $18,000 تمامش رو از دست داده و 4,000 تا هم وارد زیان شده. خب دلتاش همونطور که گفتیم یک هست، نسبت به نقطه ورودش 4,000 تا هم پایین‌تر اومده، بنابراین وارد زیان شده. حالا اگر پرپچوال استفاده کرده و مثل خیلی از ماها اهرم بالایی هم گرفته، ای بسا لیکوید هم شده باشه. اما در سوی دیگر تریدر بی میبینیم که برغم اینکه قیمت دارایی پایه از نقطه شروع هم پایین تر اومده، ولی کماکان $7,277 در سود هست و این سود هم کم نخواهد شد. حتی اگر قیمت بیت کوین به صفر هم برسه در روز سر رسید که حالا قاعدتا چند روزی هم بیشتر ازش باقی نمونده، این 7,000 خورده ای رو نصیب خواهد برد. البته با توجه به اینکه این استراتژی سینتتیک هست یا مصنوعی هست، در لحظه سر رسید صاحب این استراتژی باید همزمان موقعیت پرپچوال خودش رو هم ببنده. یعنی مثلا اگر در ساعت 8 UTC این قرارداد پوت اعمال میشه، همون ساعت باید موقعیت لانگ پرپچوال هم همزمان بسته بشه. خب اینم برای جزء کاری است که باید یه موقعیت سینتتیک، یک کال مصنوعی برای این کارها رو هم داره و به این ترتیب تونسته که این استراتژی مرکب که استفاده کرده از امکانات آپشن تونسته در مقابل اصلاح قیمت هم بخشی از سود خودش رو حفظ بکنه. طبیعی است که اگر همچنان تا روز سررسید قیمت باز برگرده و بالا بره، این استراتژی میتونه همراه با بیت کوین تا روز سررسید بالا بره. حالا در روز سررسید هم به هر حال باز اگر این استراتژی خوب بوده باشه برای معامله گر بی، میتونه اینو ادامه بده. یعنی مثلا بره به یه سررسید 15 روزه یا 20 روزه یا یک ماهه دیگری رو دوباره خرید بکنه رو قیمت اعمالی که در اون لحظه هستیم. به این ترتیب میتونه تا هر زمانی که مایل باشه از این به اصطلاح رالی سعودی کسب سود بکنه و در مقابل کاهش قیمت هم با خیال راحت و با فراغ بال مطمئن باشه که بخشی از سود خودش رو خواهد گرفت. البته همونطور که ملاحظه کردین اینها به هر حال یه ترید آفی هم داره و توی اون بخش سعودی اگر ما در نظر بگیریم میبینیم که این استراتژی خیلی عقب مونده نسبت به کسی که یک موقعیت پرپچوال یا لانگ ساده در بازار نقدی رو گرفته و این هزینه هایی که بابت خرید پود و غلطوندن پود انجام داده باعث میشه که اگر اون سمت سعودی بازار رو در نظر بگیریم سود این معامله‌گر کمتر باشه. ولی به هر حال این یک امکانی است، این امکان رو ما در نظر گرفتیم. و اینجا هم یه بار دیگه تکرار بکنم، ببینید روی زیر هر کدوم از این شبیه سازها یک لینک قرار داره که اگر روی این لینک شما کلیک بکنید میایید و همین شبیه سازی رو میبینید. در واقع این همون نموداری هست که ما توی اون بلاگ دیدیم و اینجا شما میتونید اینها رو خودتون تغییر بدید و مثلا این روز رو تغییر بدید، قیمت دارایی پایه رو تغییر بدید و یا مثلا این مارکرتون رو جابجا بکنید به سمت بالا یا پایین و ببینید که چه موقعیتی به دست میارید. و جای نگرانی هم نیست، یعنی شما اگر برگردین دوباره روی بلاگ و این رو هر چقدر دستکاری کرده باشین، یک بار دیگه که لینکش رو بزنید به همین در واقع داشبورد اولیه باز خواهید گشت. امیدوارم که این مطلب هم برای شما مفید بوده باشه و اگر نکته، انتقاد یا پرسشی هست در ذیل همین پست قرار بدهید. از توجه شما متشکرم.